بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسیار خوشحالیم امروز و سپاسگزار و شکرگزاریم از رب العالمین، از پروردگار الحمدلله رب العالمین که امروز به هر حال این فرصت پیش آمد که با هم بشینیم و عزیزانمون و فضلای دارالعلوم زاهدان که زاهدان تشریف دارن و اطراف زاهدان امروز دیدن بکنیم و شما را دیداری و با هم گفتگو کنیم. گرچه دوستانی از جاهای دیگه هم به چشم میخورن که اینجا تشریف دارن و این مزید بر این نعمت پروردگار است. طلاب دور حدیث و بعضی از طلاب هم در این نشست شرکت کردن و به هر حال این مزید نعمت هست. خدا را سپاس میگیم. الحمدلله رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا. در این محفل مختصر الحمدلله شما استفاده کردید از سخنان جناب مولانا بدری، جناب مولانا، جناب مفتی حفظهم الله تعالی و کمال استفاده را همه ما بردیم. گرچه گوشه من کمی مشکل دارند اینجا، به هر حال من بعضی از صحبت اینجا متوجه نشدم روی همین گرفتاری که حتما در بلندگو هم کمی مشکلات باشه و یک کمی مشکل در گوش من زیاد بیشترش، ولی به هر حال منم از برکات استفاده کردم و حالا اگر جای صحبتی را نگرفتم یک صحبت دیگری را گرفتم و الله تعالی به بنده و شما توفیق عمل عنایت فرماید. ماشاءالله مجری عزیز هم جناب مولانا حافظ هم در اجرا هم به من شما استفاده رسوندن و خود شما هم به هر حال در این جلسه مشارکت کردید و عزیزانی از شما ماشاءالله سخن گفتند، سخنهای مفیدی هم و همچنان ماشاءالله سروده زیبایی را در نعت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم از شما عزیزان یکی مولانا عبدالقادر سرودن. عزیزان من، مهمترین چیزی که به نگاه این بنده ضعیف میرسه و بلکه نگاه همه ما هست که در این اختلاف نظری نیست و همه متفقان که سعادت ما در سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و سیره انبیاء است. این سیره رهروان راه خدا است. کسانی که
سعادت دنیا و آخرت میخواهند، کسانی که سربلندی میخواهند، کسی که میخواد به خدا برسه و راهش راهی جز سیره مصطفی، چنانچه که در همین نعت هم همین حضرت سعدی فرمودن که به جز راه مصطفی صلی الله علیه وسلم راه دیگه وجود نداره. و لحظه این راه و طریقی که ما را به الله تعالی میرساند و میتوانیم زندگی دنیا را با کامیابی سپری کنیم. و یک باور و یک یقین که از قلب ما نباید جدا باشد. و عزیزان من، سیره انبیاء علیهم السلام که صاحبان وحیان و با آسمان ارتباط داشتند و سرشون وحی نازل می شد و دارای معجزه بودند و اینها پیامبران الهیان و رسولان خدا هستند، سیرهشون هم نشر علم بوده و هم نشر و عمل بوده و اینها هم علم نشر کردن. تمام انبیاء علیهم السلام علم آوردن از جانب الله تعالی، دانش صحیح، دانش درست و علم انبیاء علیهم السلام نشر کردن. انبیاء علیهم السلام سیرهشون گواهی مطلب هست که بدون علم نمیشه که جامعه را بیدار کرد، نمیشه بدون علم و دانش مردم نجات حاصل بکنن. و لحظه در سیره مبارکه حضرت همین میخوانیم که در اصل اهداف بعثت و مقصد رسالت یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم. و اینها در سیره حضرت صلی الله علیه وسلم بوده و سیره انبیاء را که تفحص بکنید هم همینه. و اینا تو یک مسیر بودن و بر یک مسیر دعوت دادن. همه اینا به صراط مستقیم بودن و به سوی صراط مستقیم دعوت دادن. و لحظه اگر ما بخواهیم که بالاخره یک چیزی ابتکار کنیم از جانب خودمان، او ابتکار ما ممکنه ما را به جای نرسونه و با مشکلات مواجه بشیم. و لحظه ما باید در این قسمت زانو بزنیم و تنها سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و سیره انبیاء را، سیره کسانی که به این منهج حرکت کردن، خلفای راشدین، صحابه کرام و اهل بیت نبی صلی الله علیه وسلم و اولیاء الله و دوستان که من و شما اونها را به هر حال اعتقاد داریم بر اونها در همین مسیر بودند و هرچه داشتند از این سیره داشتند، از این زندگی بیالایش داشتند، از این زندگی پاک داشتند، از این زندگی خدای پسندانه داشتند. و لحظه در درجه اول انبیاء علیهم السلام که آمدند دانش آوردن، علم آوردن و بالاخره علم نشر کردن، کتاب نشر کردن. کتاب خوب کتاب علمه و دانش در همین کتاب موجوده، قرآن موجوده و کتاب های دیگری آسمانی هست. و روی این نکته را میخواهم عرض کنم که من و شما باید یک وظیفه مهممون تعلیم علم هست، تعلیم نشر علم به هر اندازه که باشه. اگر ما فرصت برای ما پیش نیاید که ما بالاخره در یک مرکز علمی بزرگتر کار بکنیم، بالاخره ما اگر با تعلیم در مسجد، تعلیم قرآن شده، تعلیم حدیث شده، ما دروازه تعلیم را در آنجا باز کنیم، قرآن آموزی داشته باشیم برای بچه ها و اینها را بالاخره قاعده نورانی تعلیم بدیم، خودمون بریم
بالاخره اگر در دانش ما کمبود هستند اینا را پرا بگیریم و قرآن به روش صحیح به تلاوت صحیح یاد دادن. ما اعتقاد بنده اینه که بالاترین خدمت قرآن آموزی بالاترین، چرا که کتاب هدایت، کتاب انسان سازه و بدون قرآن هدایت نمی آید. اگر ما بخواهیم که هدایت نشر بشه، دین نشر بشه، باید قرآن منتشر کنیم، کتاب آسمانی را. و توصیه در ادیان گذشته هم همین بوده که شما کتاب را نشر کنید، کتاب آسمانی را. و به امت ما هم توصیه همینه، به پیامبر همین بوده که یتلو علیهم آیاته یعلمهم الکتاب والحکمه. یعلم الکتاب قرآن عظیم الشانه و این تعلیم قرآن این مهمه. و اگر الفاظ قرآن تعلیم بدیم هم مهمه، معنی قرآن و تشریح قرآن تعلیم بدیم هم مهمه. و شما توی مسجدتون قرآن تفسیر کنید، قرآن تشریح بکنید، همون اندازه که مردم توانایی شنیدن در یک آیت را که هم شما روزی بود 2 تا آیه 3 آیه بخونید به اندازه فرصت مردم، این هم شما به نشر علم. و گذشتگان ما مدرسه هم نبوده، کم بوده. توی مساجد امام بخاری رحمه الله تعالی 22 سال 23 سال بخاری را تدریس کردن و در مسجد بود، مدرسه امام بخاری مسجد بوده اول و آخر، و در این مسجد مردم می آمدن و تعلیم می دادن. و اسلاف ما همین طور زیر درخت، زیر سایه دیوار، سایه درخت خدمت کردن. و دست بالا نگیرید که مدرسه درست کنید و فردا این مدرسه خالی بمانه. و نه، این نه، از پایه کار کنید، از اساس کار کنید، آهسته برید، به تدریج برید. و هر چیزی که این سیر تدریجی این برابر بسیره هست، برابر بر روش و سنت های الهیه. الله تعالی کارش به تدریج، با عجله نیست، به تدریج. همین بچه که در شکم مادر شکل میگیره 9 ماه طول میکشه، 9 ماه، و الله تعالی میتوانند یک لحظه او را بزرگ کنند و به دنیا بیاید. ولی تا 9 ماه این آب تبدیل میشه به خون و تبدیل میشه به گوشت و تبدیل میشه به استخوان و آقا جمجمه قرار میگیره، اعضای بدن قرار میگیرن و کم کم میره قلب قرار میگیره و کبد و کلیه و معده و اعصاب و نصب میشه بر بدن و تا اینکه بالاخره میآید و زنده میشه و بعد کم کم میآید 9 ماهش میرسه، 9 ماه 10 ماه بعد بچه به دنیا میآید. اینا تمام درس برای ما که ما صفر شروع کنیم، صفر شروع کنید، بالا نرید. شما من بخاری درس بدم اینجا، من حدیث درس بدم، من فلان درس بدم، این زیاد شما رشد نمی کنید در این مسئله. شما بیا از پایین، برو از پایین درس بدن. بله بله، شوخی میکنیم با این طلاب عزیز سال، گفتم که از بخاری به قاعده نورانی و شما بیایید بله برای حروف شناسی گفته که این قاعده را یاد بگیرید و تا حروف رو بشناسید و تا شما بعضی چیز هستند که ابتدایی هم برای طلاب ولی خیلی چیزی که حیاتی هم برای طلاب. بالاخره روش تلاوت چگونه یاد بگیرید و شما به هر حال به این یک وقت استنکاف نکنید و احساس شرمندگی نکنید که من تازه بیام قرآن بخونم. نه بابا، شما قرآن خواندید، بار دیگه قرآن بخون، با استاد اول تا آخر بخون که اشتباهات تو را اصلاح کنه و کسی قرآن تو را گوش کنه، از کسانی که تجوید بلدن و از کسانی که واردن و از اونها استفاده بکنید. و بسیار واقعا اونها برندن که همیشه بعد از اینکه فارغ شدن رفتند و بالاخره تجوید خواندن، قرائت خواندن
و تلاوت صحیح قرآن همی خوانند، این نعمت بزرگی است. همین اندازه که 8 و 9 سال شما استفاده کردید، 1 سال یا 6 ماه شما قرآن بخونه، همین اندازه استفاده به شما میرسه که قرآنتون اصلاح میشه، قرآنتون تصحیح میشه. کسی پشت سر شما نماز بخونه، نماز اعاده نمیکنه. کسی بالاخره پشت سر شما نماز بخونه، استراب پیدا نمیکنه، میگه بیشتر از شما قرآن گوش بکنه، بیشتر شما بخوانید. و بعضی هستن که قرآن میخوانند سر نماز، بالاخره در دل آرزو پیدا میشه که کاش که هنوز 1-2 چند تا آیه دیگه میخوان. و گاهی ممکنه اینطوری پیش بیاید که خوشحال بشه که زودتر تمام بکنه. و این حالت از همین صحیح خواندن قرآن و درست خواندن قرآن. قرآن مهمه. چون هدایت بره توی دانشگاه ها، بره توی مدارس دولتی، بره توی بازار، بره در میان کشاورزان، بره در میان دامداران، در میان زنان، مردان، شما راهش نشر قرآن عظیم الشانه. و قرآن تعلیم بدید و الفاظ قرآن یاد بدید. اون روایتی بالاخره علامه مقدسی رحمه الله تعالی در نقل کرده از امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی، و که به امام احمد رحمه الله تعالی فرمودن که الله تعالی را خواب دیدم و سوال کردن که پروردگارا چه چیزی بنده را به تو میرسانه؟ گفتن که قرآن میرسانه. الله تعالی در بیداری دیده نمیشه، ولی در خواب اون چیزی که تو بیداری امکان پذیر نیست، در خواب امکان پذیر میشه. و همینه که خواب به هر حال الله تعالی چیزایی را گذاشته برای ما که ما نمیتوانیم اینجا ببینیم، در خواب میتوانیم ببینیم. الان اینجا استراحت میکنه و خواب میبینی که در مسجد النبی، خواب میبینی که در مرکز آن حضرت را زیارت کرده، عرض سلامی کرده. و در بیداری امکان نداره این برای هر کس، ولی در خواب برای هر کسی که الله بخواد امکان پذیره. مهمه عزیزان من، قرآن خیلی تکیه بر قرآن بکنید، خیلی مهمه. شما بر قرآن تمرکز کنید، حفظ قرآن، تدریس قرآن، تعلیم قرآن، انتظام تجوید قرآن بکنید، انتظام حدیث بکنید. این 2 تا علم که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم وقتی از دنیا تشریف برده و گفته که این 2 تا را میگذارم، اگر شما اینها را تمسک کنید گمراه نمیشید. یکی قرآن و یکی حدیث، هر 2 تا منبع، هر 2 تا مأخذن، در هر 2 هدایت موجوده و اینها را خاص توصیه کردن حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. طالب العلم که از میزان شروع میکنه، این صرف میخوانه و نحو میخوانه و ادبیات، بخشای بزرگ از این علوم برای آنان که قرآن بتوانه بفهمه صحیح، حدیث بتوانه صحیح بفهمه، فقه و این مسائل تمام همه استنباط و احکام که از قرآن و سنت استخراج شدن و در خدمت من و شما هستن، در دست من و شما که من و شما. لحظه تاکید میکنم یکی به علم و دانش و علم و دانش نشر کنی، هر اندازه برای شما ممکنه. و اگر یک وقتی برای معاشتون به کاری مشغول بودید ولی حزم نشید در کار دنیا و تمرکز نکنید بر معاش و شما تمرکز بر دین کنید و کار دنیا را کار ثانوی بگذارید. کارهای بعدی کشاورزی، دامداری، گرچه برای ما خطر موجوده. بسیاری عزیزان ما که رفتن توی بازار، از بازاری ها هم بازاری تر شدن، رفتن به دامداری، از دامداره ها و چوپان ها چوپان تر شدن، کشاورز کشاورزتر شدن. و
قرار نیست که شما کشاورز نمونه باشید. کشاورز نمونه زیاده، شما معلم نمونه باشید، شما مدرس نمونه باشید، شما مربی نمونه باشید. و این هیئت الان نیاز امت برای همینه و شما این قسمت کار کنید. و در بعد تعلیم توصیه ما به همه شما آنه که شما هم به علوم دینی تشویق کنید و به علوم روز هم تشویق کنید. دانش آموزان تشویق بکنید که مدارس دولتی را ویل نکنه، دانشگاهیان، دانشجویان، چرا که این یک نیاز مهم جامعه ما به علم روزه. نیاز به عالم صالح و با خدا داشته باشیم و نیازی که ما عالم دانشگاه و تحصیل کردگان دانشگاهی داشته باشیم و تو این دنیا میخوام زندگی بکنیم، دنیا را بسازیم، دنیا را اداره کنیم، دنیا را مدیریت کنیم. نیاز به علم، بدون علم که نمیشه و لحظه علم نیازه. دنیا را میخواه هدایت بشه، آخرت ساخته بشه، به خدا مردم برسن، بدون علم دین نمیشه. این هر دو تا علم، هر دو چراغان، هر دو روشناییان، هر دو مهمان. و به هر حال دست کم نگیرید علوم دانشگاهی و علوم روزا مهمه و به هر حال به این باید ما تشویق بکنیم و ترغیب بدیم جامعه را که جامعه این قسمت هم کار بکنه، بره به تعلیم زنان، به تربیت زنان توجه خاص بشه که زنان اختصاص پیدا نکنن به کارهای سوسن دوزی و به تجملات و به وسایل و زندگی و خانه تمام استعدادشون اینجا خرج نشه، بلکه زنان به علم و اخلاق و هدایت و دین برن، سمت این برن و زنان تاثیرگذار باشن در ساختن جامعه. زنان نقش داشته باشن همانطور که در صدر اسلام داشتن، نقش داشته باشن. و سیده عایشه رضی الله تعالی عنها 2200 خورده حدیث از حضرت سیده عایشه روایت و بالاترین حدیث از بسیاری صحابه، یک صحابه انگشت شماری از حضرت عایشه بیشتر حدیث دارن. بیشتری حدیث حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی حفظ داشته و بالاخره و تدریس هم کرده و درس داده و این به هر حال این مهمه که زنان نادیده گرفتن نشن و زنان ترغیب بکنیم که برن استاد تفسیر بشن، برن استاد حدیث بشن، استاد فقه بشن و اونا میتونن این کار بکنن، استعداد است در اونها و علم یاد بگیرن، به دانش برن و دانش کسب بکنن. و یک بخش همینه که همه ما به فکر باشه. ما در من ملت زندگی میکنیم که قرآن بلد نیستن. هم دوستان و همکاران عزیزمون جناب مفتی حفظه الله و دیگر دوستان همیشه این دغدغه‌ان که مردم ما قرآن بلد نیستن. حرمین که ما میریم تمام ملت ها را میبینی که به تلاوت مشغولن و مردم ما یک تسبیح دست دارن و نشستن و تسبیح زدن، چرا که قرآن بلد نیستن. و جاهای دیگه مردم بهتری قرآن زنان میخوانن، مردم میخوانن و این با این ملتشون قرآن تعلیم بدید و این رسالت وظیفه اول ما. وظیفه دوم ما اینه که دعوت الله و نشر دینه. نشر دین با علم هم میشه و نشر دین با عمل هم مهمه که من و شما عمل بکنیم، عملگرا باشیم و اگر تنها مدرس و معلم باشیم و عمل در ما نباشه این تأثیری نداره، در مردم هدایت نمی آید. چرا مردم نیاز به الگو دارن و استاد خود را نگاه میکنن، عالم خود را نگاه میکنن. ما باید زندگی شما باید نمونه باشه برای نمازگزاران که چگونه نماز ادا بکنن. نمونه نماز شما، عاجزی نماز شما و تمرکز شما در نماز، این
نمونه باشه برای نماز مردم. ذکر شما نمونه برای اذکار مردم باشه. انقدر خدا را به کثرت عالم و مولوی ذاکر باشید و مولوی غافل نباشیم و بالاخره که مردم از ما بدآموزی داشته باشند، بد چیز زندگی ما بدآموزی داشته باشه که مردم چیزی بد یاد گیرن. خدا ترسی در ما نمونه باشه، عمل در ما، تقوا در ما و این مجاهده و قربانی در راستای عمل کردن که ما عمل ترک نکنیم و تلاش کنیم که ما این قرآن و سنت عمل بکنیم و این لباس دین که لباس تقوا هست این را من شما به تنمون بکنیم. همینطور که این لباس به تن و به اندازه هست، این لباس دین هم لباس معنوی هست و لباس تقوا را هم به تنتون بکنید و زیب تن باشه و لحظه این زیبنده هست و این میتونه تاثیر بگذاره. انبیاء علیهم السلام حکمتشون همین بود که علمشون هم با عمل بود و لحظه این تاثیر گذاشت که انچنان که خود میگفتن خودشون عمل میکردن، عامل معتقد بودن به گفتارشون و عامل بودن به گفتارشون و این چیزی بود که تاثیر کرد. و امروز ما چیزی که کمبود داریم همینه، کمبود تقوا داریم و کمبود خدا ترسی داریم، کمبود ذکر، کمبود تلاوت، کمبود عمل به سنت و دیگران ترغیب میدیم و خودمون به سنت عمل نمی کنیم. زندگی ساده و زندگی با همراه با عمل باشه، این میتونه تأثیر گذار باشه، میتونه این عالم و همین بالاخره تأثیر گذار باشه برای جامعه. لذا با عمل بهترین مبلغ، حتی زبان عمل من و شما هست. اگر عامل باشیم این بیشتر به مردم تأثیر گذار میشه و دیگه همینه که دعوت الله باشه. انبیاء علیهم السلام کارشون دعوت الله باشه و عموم مردم انبیاء علیهم السلام تزکیه میکردن با دعوت الله، دعوت میدادن به عمل کردن که اگر چگونه شما عمل کنید. به نماز دعوت میدادن، فرداش زکات، اینا همه تزکیه میکنه انسان را. دعوت میدادن به کارهای نیک، به حقوق مردم رعایت کنید، حقوق والدین، حقوق و صله رحمی و به ضعفای جامعه و به همه انسان ها رسیدگی بشه و نهی میکرد از گناه نکنید و این همه و ترک اینها مایه تزکیه می شود و لحاظ این تزکیه یزکیهم آمده آخر یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیم. علم همراه با تزکیه، علم همراه با اصلاح درون و اصلاح برون، بیرون هم اصلاح بشه، داخل هم اصلاح بشه و این به هر حال وظیفه انبیاء علیهم السلام بوده. ما سعادت میخواهیم، سربلندی میخواهیم، نجات میخواهیم و تنها راهش راه حضرت مصطفی صلی الله علیه و سلم است، راه انبیاء علیهم السلام است، راه عمل به کتاب الله، راه عمل به سنت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، احادیث گوهربار آن حضرت و سیره مطهره آن حضرت. این راه برای من راه نجات هست و ما اینها را بگیریم. زندگی ما حکیم می شود و زندگی ما بالاخره بی نتیجه میشه، بی حاصل میشه اگر ما به شیر عمل نکردیم. اگر ما تو این بشیر نیامدیم، بشیر عمل نیامدیم، مولوی شدیم، چه اتفاق پیش آمد؟ گرفتاریمون بیشتر کردیم، چرا که کسی که میداند مسئولیتش سنگینه گرفتاریش بهتره. و اگر یادتون باشه
قدیما با هم که صحبت می کردیم گفتن که مولوی نه مسلمان، اصل اینه که مسلمان بشیم، این مهمه. و ابراهیم علیه السلام از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. مهم اینه که انسان مسلمان بشه، یعنی تسلیم پروردگار بشه، یعنی کامل مرد عمل بشه. تسلیم خدا کسی است که عامل باشه و عمل بکنه. شما زندگیتون درخشان میشه و شما زندگیتون نورانی میشه، زندگیتون توأم و همراه با موفقیت میشه و کامیابی همراه میشود اگر شما عامل شدید. شما زندگیتون تجدید نظر کنید، در زندگیمون تغییر ایجاد کنید. تغییر مهمه، زندگیمون را تغییر ایجاد بکنیم و تصمیم بگیرید که ما زندگی را تغییر میدیم و بسیار حیاتیه و مهمه که شما در مثلا به جماعت تبلیغ مشارکت داشته باشید. خیلی جماعت تاثیر گذاره و زمان قبل که اینجا مدرسه خلوتتر بود و مدرسه هم ابتدایی تر بود و این شرایط امروزی نبود، آسانتر بود. به همین جماعت اینجا توفیق نصیب میشد، تشکیل میشدیم و خیلی از این جماعت استفاده بردیم و به هر حال این جماعت واقعا و کاری با خدا است و نمیگیم ضعف نداره، ضعف در همه بدنهای ما موجوده و ضعف را باید اصلاح کرد ولی این توی کار خیلی تاثیرگذاره و ارتباطتون توصیه ما اینه که با جماعت شما ارتباط داشته باشید و تشکیل بشید و اگر کسی فارغه معتقدم که بره اصلا تمرکز کنه به همین کار تبلیغ و مقیم بشه برای این کار تبلیغ و این کار علما اگر به این کار بیان بردشون بیشتر میشه، تاثیرشون بیشتر میشه و یک نوع جهاده و کوششی در راه الله تعالی است و به هر حال تعلیم هم جهاد فرهنگی و تعلیم هست و این هم کار فرهنگیه، نه کار فرهنگی هست. توی کارهای فرهنگی تاثیر زیاده و مؤثران و ما درخواستمون از شما آنه که به هر حال شما به هر حال در زندگی تو تغییر ایجاد بکنید و میخوایم از وضعیت شما اطلاع بشیم که شما کجا کار میکنید و چه کارهای میکنید و این یقینا خدمت شما میگم که این امامات تنها که من شما میکنیم و مسجد محراب مسجد و از اونجا به خانه مسئولیت ما ادا نمیشه بین ولی خوب امامات ولی با تعلیم باشه، با دعوت الله باشه، همراه با عمل باشه، رسیدگی به خلق باشه و بالاخره اگر امامید برای خودتون نایبی داشته باشید، شما نبودید نماز بده اینجا، نماز مردم تعطیل نشه و سعی کنید تو مسجد شما بشینید ذکر کنید، به اعمال اینجا انجام بدید که مردم محله هم ببینند که آقا اینها به مسجد می نشینند، اینها این مسجد نشسته، مسجد برای نماز فرض نیستن، آن مسجد برای اعتکاف، مسجد برای تلاوت، مسجد برای ذکر، مسجد برای اعمال و مسجد برای نماز و لحظه نماز یکی از مسائل که اونجا ادا میشه و مسجد برای نماز پنج وقت درست نمی کنن. مسجد عبادت خانه، محل سجده، محل بندگی خدای، خانه خدا است و بالاخره اونجا برکات بیشماری در مسجد وجود داره و مسجدی که البته اون مسجدی که برای خدا ساخته بشه، مسجدی که دکان بشه یا مسجدی که برای ایجاد شغل ما ساخته باشیم و برای اهداف دنیا ساخته بشیم، برای نام و شهرت باشه، الله پناه بده و این مسئولیت داره. کسی کار نیک به ریا بکنه و ناراضگی الله میشه که تو چرا
با من شریک گرفتی و لحظه ای کار عبادت تنها زمان مقبوله که برای الله باشد. الله تعالی نیتهای ما را درست بکنه و به ما اخلاص و للهیت عنایت بکند. و در هر صورت عزیزان من، شما یک نیروی هستید که الله تعالی شما را عنایت کرده، در این نیرو قرار داده که بالاخره کار فرهنگی میکنه، کار دینی بکنید. شما آمدید روز اول خود را وقف کردی برای دین و الان شما همون قرار داده، بالاخره فسخ نکنید. و همون که حضرت مریم و ببخشید مادر مریم گفت که فرزند الله تعالی بده که وقف دین باشه و اختصاص به دین پیدا بکنه. شما را والدینتون اختصاص دادن به دین و حتما دیگه فرزندم داشتن، شما را به دین فرستادن و شما باید تا آخر نظرتون دید، زحمت کشیدید، 9 سال 10 سال درس خواندید، امتحان دادید و این زحمت به هدر نره. فردا مسئول نشیم، فردا به برگ الله گریبان ما گرفته نشه که مردم گمراه بودن. شما چه کار کردید؟ مردم نماز نمی خواندن، مشروب می خوردن، قتل بود، غارت بود، حق کشی بود، ظلم و اجحاف بود. شما چه کار کردید؟ و اون وقت عذری که ما داریم، این عذر ما به درد ما میخوره و این عذر ما معلوم نیست که نزد الله تعالی قبول بشه، الله بپذیره. الله عذری را که واقعیت داشته باشه و حق باشه میپذیره و عذرای میدانی که عذرای سختگی این نفس درست میکنه و ما را معذور قرار میده و مسئولیت ما سنگینه. همانطور که علما ورثه الانبیاء، علما وظیفه انبیاء را باید انجام بدن، علم انبیاء را کسب کردن، علم نبوت، کار نبوت باید انجام بدن. عامل باشه، اگر نباشه علم وبال میشه و توک گردنشو میشه روز قیامت و این علم شکایت میکنه. کما اینکه حضرت هم روز قیامت شکایت میکنه از ادعی، از بعض قرآن هم شکایت میکنه و قرآن هم شفاعت میکنه، شکایت هم میکنه و علم هم اینطور میشه و روز قیامت میپرسه که به علم چه عمل کردی و این جواب دادن آسان نیست. الله تعالی من و شما را توفیق عنایت بکنه و ما را که ما در زندگیمون تجدید نظر بکنیم و مهمه همین نکته خیلی مهمه که احساس رسالت، احساس مسئولیت، احساس زیان ما احساس بکنیم که چه نقصانی کرده و نقصان قابل جبران میشه و اگر احساس زیان نباشه زندگی برباد میشه تا آخر و احساس مسئولیت نباشه مشکلات آسان نمیشه و انسان نمیتونه کاری انجام بده. مهمه که ما احساس مسئولیت بکنیم، احساس وظیفه، احساس رسالت. این مهمه که تلاش بکنیم وظیفه من انجام بدیم و این احساس باشه که نیاز است. اگر این احساس نباشه آقا دست ما نمیرسه، ما چه کاری میتونیم بکنیم و خانه بشینی که نمیشه. بالاخره باید حرکت خورد، فریاد زد، داد کشید و دوید و بدو آقا بدو و تا ای که الله تعالی باز بشه و حرکت وقتی ما بکنیم وعده الله هست که الله نصرت میکند. صبر بکنیم الله دروازه های فرج و کشادگی را بر ما باز میکنه. هیچ نعمت عطای حدیث آمده که بالاتر از صبر نیست، وسیعتر از صبر نیست، وسیعتر از صبر نیست که الله به کسی داده باشه. وسیعترین نعمت الله صبر. صبر یعنی استقامت، بردباری و این وقتی که صبر میکنه دروازه ها را صبر باز میکنه روی شما. صبر بکنید و احساس ناکامی نکنید، احساس ضعف نکنید و
شما اگر مدد الله باشه قوی هستید و لحاظا راه را ادامه بدید و تا اینکه نتیجه بتوانید بگیرید. مشکلات هست، مشکلات ها گاهی آزمایش میاد و فقر میاد، تنگ دستی میاد، بر تنگ دستی صبر بشه و راه ادامه پیدا بکنیم، راه را ترک نکنیم، راه را مسیر ویل نکنیم، مسیر ادامه بدیم تا توی که توی راه بمیریم یا نتیجه بگیریم. و بیداری قوم مهمه، حیاتیه که ملت باید بیدار بشه، بیداری دینی مهمه و بیداری اجتماعی مهمه. تو یک جامعه زندگی میکنیم، هر کسی باید وظیفه خودش را نسبت به جامعه بی تفاوت نباشه و تشخیص بده. ما وظیفه اجتماعی داریم، مردم نسبت به وظیفه اجتماعیشون بیداری بکنیم، مسئولیت و بیداری دینی که به هر حال به دین عمل باشیم و دین محکم بگیریم و دین مضبوط بگیریم. و جامعه که ملت بیدار نباشه مشکلاتش حل نمیشه، مردم بیدار بشن و مردم بیداری داد. الله تعالی به همه ما توفیق عنایت کند و موفق بداره انشالله شما را. و شما ما نگرانی مجموعه بالاخره اینجا دارالعلوم همین نگرانی رو داره نسبت به شما که ما کامل اطلاع نداری که شما چه میکنید، گزارش از عمل کرد نداریم. بله و گزارش از عمل کرد ما نداریم که شما دارید چه کار میکنید. بعضی بله ولی نه همه را نمیدانیم که چه کارهای داره انجام میگیره. اگر شما گزارشاتون تقدیم کنید همیشه به همین دفتر ارتباطات و دفتر ارتباطات خلاصه از این گزارش ها را بیاد بده در جلسه اساتید، به هر حال این مایه خیر میشه و راهگشا میشه برای خود شما و مفید میشه برای من و شما و انشالله این کار اعتبار بده. توصیه ما به شما آن است که انشالله نماز را به جماعت بخونید و من عرض کردم که تو مسجد بشینید، تلاوت گوش بکنید، اشراک و وابینی بخونید و توصیه میکنیم به نماز تهجد که شما نماز تهجد بخونید. اگر سحر بیدار نمیشوید اول شب موقع خواب نماز را بخونید و بعد بخوابید و این انشالله شما الان شب کوچک شدن و زود وقت اول شب میدید بالاخره نصف شب میرسیم و اون به آخر شب هم نزدیک میشیم. روی این اگر شب هم شما هر وقت شده بهتره که همون سحر بشه و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم سیرش در همین بوده که اول شب میخوابیده و آخر شب ساعت 2 شب بلند میشده برای عبادت از احادیث که سنجش بشه. و بالاخره انبیاء علیهم السلام حضرت داود نصف شب شروع میکرده به عبادت، آخر شب چون میخوابیدن رحمت للعالمین آخر شب گاهی خوابیده ولی کم، بیشتر که نماز سحر خوانده بالاخره و بعد سنت ها را خوانده. روی سنت ها به نماز شب تو روایت آمده و این برای آنه که سنت ها با همه نماز سحر چسبیده بوده بیشتر و روی این شما بهترش هم آخره ولی نشد اما نصف شب، الان نصف شب زود داخل میشه و شبها کوچک انشالله. یک مرحومی بود که الله رحمتش کنه ریش سفیده نماز سحر داشت و این توفیق گفت که من اون درویش قبول دارم او عالمه که تابستان نماز سحر بخوره و زمستان چون شب طولانیه و بیدار میشه تواند و گاهی از خواب خسته میشه آسانه ولی تابستان واقعا سخته. اگه زود ما بخوابیم و سنت عمل بکنیم
الان هم برای ما بیدار شدن در موقع سحر. بله سنت مسواک همیشه عمل بشه و سنت های دیگری حبیب و سنت یک چیز فراگیر کل دین شامله، یعنی تمام دستورات الله تعالی را ما مطابق با سنت آن حضرت و زندگی آن حضرت انجام بدیم و چگونه آن حضرت انجام داده همونطور و این عمل به سنته. الله تعالی به من و شما توفیق عنایت کنه و من و شما را موفق بداره و احیاگر باشید، احیاگر شریعت و سنت و دین در زندگی تو احیا بکنید و در زندگی مردم ببرید دین و این کار احیای که دین در زندگی مردم بیاد، سیره آن حضرت بره توی زندگی مردم، احکام الهی احکام قرآن برن توی زندگی مردم، مردم عمل باشن بدین و گناه زیاده، الله گناه فساد زیاده، همه این نتیجه غفلت جامعه ما به غفلت به سر میبره و بالاخره این همه علما را داره ماشاءالله و چرا غافل باشه و چرا اینجا بیدار نشه؟ جامعه بیدار از گناه فرار میکنه. گناه نشان غفلت، کسی که عواقب کارش را ندانه، عمل کردش را نزانه، غفلت بیدار بشه که بابا این گناه عواقب داره و اینها ضایعات داره، کوتاهی عواقب داره. از عذاب آخرت غافلند، از غافلیم و از ثواب آخرت هم غافلیم و این گناه از اینجا سرچشمه میگیره. الله تعالی من و شما را توفیق عنایت کنه و عاقبت همه ما را به خیر بگردانه و صلی الله علی سیدنا محمد.